قال الصادق علیه السلام اذا احب الله تعالی عبدا، هرگاه خدا بنده ای رو دوست داشته باشه 6 چیز رو بهش ارائه میده. 1. الهمه الطاعه، الهمه الطاعه، طاعت و بندگی خودش رو به این بنده میفهمونه، الهام بهش میده. یعنی میفهمونه بابا تو این عالم یه حساب و کتابی هست، تو هر چی باشی بنده هستی. 2. و الزمه القناعه، و الزمه القناعه، روح قناعت رو بهش الزام میده. قناعت یکی از نشانه‌های محبت خدا به انسان که این آدم قانع هستی یا نیستی. کنار مقابل قناعت چیه؟ بسیار. 3. و فقهه فی الدین، 3مین نشانه محبت خدا اینه که انسان را آگاه در دین میکنه. بله؟ حالا نه اون فقیه به اون معنای اصطلاحیش، نه، یعنی هر مسلمانی نسبت به دینش چی داره؟ آگاهی داره. 4 فرمود و قواه بالیقین، قواه بالیقین، او رو تقویت میکنه، قویش میکنه خدای متعال. به چه سببی؟ بالیقین. 6 فرمود فاکتفی بالکفاف، توفیقش میدونه، اکتفا میکنه به همون مقداری که کفایت زندگیش بکنه، زیاد دنبال حرص و طمع نیست. فاکتفی بالکفاف واکتسا بالعفاف، خدا اگر بنده ای رو دوست داشت باشه با لباس عفاف او رو میپوشونه. پوشش این آقا کیه؟ بله، عفتشه.